داستان فیلم با دو تا بچه توی ساحل به اسم تامی و ربکا شروع میشه. تامی با پدر و مادرش زندگی میکنه و ربکا چون مادرش برای کار به ژاپن رفته به طور موقت با پدر بزرگش زندگی میکنه. تامی و ربکا ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارن و در تمام طول روز با هم وقت گذرونی میکنن. یکی از روزها ربکا پیش تامی میاد و بهش میگه فردا قراره برای همیشه به ژاپن بره و پیش مادرش زندگی کنه. تامی از این موضوع بسیار ناراحت میشه و زمانی که ربکا میخواد بیرون بره اون رو میبوسه. ربکا که از این اتفاق سورپرایز شده اونجا رو ترک میکنه. روز بعد پدر بزرگ ربکا توی بندر اون رو سواری کشتی میکنه و ربکا از اونجا میره. 12 سال بعد ربکا با وجود اینکه پدر بزرگش فوت کرده به خونش برمیگرده تا دوست قدیمیش رو پیدا کنه. در ادامه ربکا به خونه تامی میره و در اونجا با مادرش آشنا میشه. مادرش به ربکا میگه که تامی یه خونه نزدیک خونه پدر بزرگش خریده و آدرسش رو به ربکا میده. ربکا به خونه تامی میره و در اونجا یه دختر به اسم روز رو میبینه که معلوم میشه اون دوست دختر تامیه. همون لحظه تامی به داخل میاد و از دیدن همدیگه شوکه میشن. موقع نهار تامی و ربکا مشغول صحبت هستن و در تمام این مدت روز رو نادیده میگیرن. روز که احساس ناامیدی میکنه تصمیم میگیره اونجا رو ترک کنه. ربکا و تامی به رفتن روز اهمیت نمیدن و به گفتگوی خودشون ادامه میدن. روز بعد اونها توی ساحل با هم ملاقات میکنن و تامی به اون میگه که روز رو همین دیروز برای اولین بار دیده و دوست دخترش نیست. در روزهای آینده ربکا و تامی تمام وقت خودشون رو با هم دیگه میگذرونن و هر روز به هم دیگه نزدیکتر میشن. توی یکی از روزها تامی با ربکا در مورد یه مرکز تولید ژنتیکی صحبت میکنه. اون میگه آخر هفته قراره برای اعتراض به عملکرد این شرکت یه اعتراض را بندازن. در ادامه تامی و ربکا آماده میشن تا برای اعتراضات به محل شرکت برن. توی مسیر کنار جاده توقف میکنن و ربکا برای دستشویی از ماشین خارج میشه و میون بوته‌ها میره. در همون حین تامی هم پیاده میشه و میخواد پیش ربکا بره که همون لحظه یه ماشین به اون تصادف میکنه و متاسفانه از دنیا میره. بعد از اون تامی رو به خاک میسپارن و در روزهای آینده زندگی شاد اونها به یه زندگی غم انگیز تبدیل میشه. ربکا در مورد مرکز تولید ژنتیکی تحقیق میکنه و متوجه میشه که این شرکت با دی ان ای افراد مرده میتونه دوباره اونها رو به زندگی برگردونه. در یکی از شبها ربکا پدر مادر تامی رو به خونش دعوت میکنه و این موضوع رو با اونها در میون میذاره. ربکا از اونها میخواد که بهش اجازه بدن قبر تامی رو باز کنه و با استفاده از دی ان ای تامی نطفه اون رو توی رحم خودش پرورش بده. مادر تامی از این موضوع ناراحت میشه و با ربکا مخالفت میکنه و بعد از اونجا میره. روز بعد پدر تامی با ربکا ملاقات میکنه و اجازه نمونه برداری رو به ربکا میده. در ادامه از ربکا میخواد که تامی رو توی همون منطقه بزرگ کنه و میگه خودشون هفته بعد از اونجا میرن. بعد از اون ربکا به مرکز تولید ژنتیکی میره و متوجه میشه که روز هم اونجا کار میکنه. اون این عمل رو انجام میده و در ماهای آینده شکم ربکا بزرگ میشه و طولی نمیکشه که بالاخره بچه اون به دنیا میاد. ربکا اسم بچه رو تامی میذاره و اون رو توی خونه پدر بزرگش پرورش میده. سالها میگذره و تامی کم کم بزرگ میشه. چهره اون دقیقاً شبیه تامیه و دوستای زیادی رو پیدا میکنه. در ادامه ربکا و تامی با یه بچه دیگه ملاقات میکنن. ربکا از حرفای تامی متوجه میشه که اون دخترم نمونه کپی شده از یه انسان دیگه است. روز بعد دوستای ربکا ازش میپرسن که چرا اون بچه رو ملاقات کرده و بهش توضیح میدن که اونها بچه‌هاشون رو از نمونه‌های کپی شده دور نگه میدارن. اونا از ربکا میخوان که اونم این کار رو بکنه و ربکا میگه اطلاعی نداشته که اون یه نمونه کپیه. توی یکی از روزها ربکا و تامی در حال دوچرخه سواری هستن و روز که در کنار دوستای ربکاست اونها رو میبینه. بعد از اون روز واقعیت رو به دوستای ربکا میگه و تمام اونها رابطه‌شون رو با ربکا قطع میکنن. توی تولد تامی هیچ کدوم از اونها شرکت نمیکنن و ربکا مجبوره برای شروع مجدد به یه خونه دیگه نقل مکان کنه. روزها میگذره و تامی در مورد مرگ پدرش سوال میپرسه. ربکا به اون توضیح میده که پدرش توی تصادف مرده. سالها میگذره و تامی بالاخره بزرگ میشه. اون الان یه دوست دختر به اسم مونیکا داره که تمام وقتش رو با اون میگذرونه. ربکا از رابطه تامی و مونیکا ناراحته و فکر میکنه که تامی با وجود مونیکا دیگه به اون اهمیت نمیده. ربکا هر روز غم انگیزتر میشه و تمام روزش رو توی تخت میگذرونه. یکی از روزها زمانی که مونیکا بیرونه ربکا به اتاق تامی میره و کنارش میخوابه. تامی که فکر میکنه این دوست دخترشه میخواد بغلش کنه اما زمانی که میفهمه مادرشه از تخت به بیرون میره. در همون لحظه مونیکا به داخل میاد و ربکا زیر پتو قایم میشه. مونیکا شروع به لب گرفتن از تامی میکنه و زمانی که میخواد باش وارد رابطه بشه تامی اون رو به بیرون میبره. روز بعد زمانی که تامی داره جلوی مونیکا با مادرش شوخی میکنه سرش رو زیر لباس اون میبره. این کار باعث میشه ربکا کنترلش رو از دست بده و مونیکا که این صحنه رو میبینه شوکه میشه و به داخل میره. شب همون روز مونیکا از ربکا میخواد که در مورد اتفاق افتاده توضیح بده اما ربکا سکوت میکنه. روز بعد مادر تامی قبلی به دیدن اون میاد و بعد از دیدنش از اونجا میره. تامی از ربکا میپرسه که اون کیه اما ربکا بدون هیچ جوابی
خوابی به داخل خونه میره. در روزهای آینده تامی در مورد هویت خودش مشکوکه و سعی داره که واقعیت رو بفهمه، اما ربکا به اون هیچ جوابی نمیده. یکی از روزها تامی حسابی کلافه شده و شروع به پرخاشگری میکنه. اون خودش رو توی حموم حبس میکنه و ساعتها به بیرون نمیاد و در همین حین مونیکا همون رو ترک میکنه. تامی بعد از مدت‌ها به بیرون میاد و پیش ربکا میره. اون سعی میکنه هویت خودش رو بفهمه و ربکا هم تصمیم میگیره که واقعیت رو با تامی در میون بذاره. ربکا لپتاپ تامی قبلی رو براش میاره و اون عکسای تامی قبلی رو با مادرش میبینه. ربکا سعی داره از اتاق به بیرون بره، اما تامی گردن اون رو میگیره و روی تخت پرتش میکنه. تامی که حسابی گیج و داغون شده از ربکا توضیح میخواد. ربکا سعی میکنه تامی رو آروم کنه و بهش میگه همه این کارا به خاطر برگردوندن اون بوده. تامی این زندگی آشفته رو نمیخواد و در همون حین زمانی که روی ربکا افتاده میبوساتش و باهاش مشغول رابطه میشه. در ادامه داستان تامی بعد از انجام کارش کوله پشتی خودش رو برمیداره و از ربکا تشکر میکنه. اون در ادامه ربکا رو ترک میکنه و به راهش ادامه میده و ربکا برای بار دوم و احتمالاً برای همیشه تامی رو از دست میده. در همونجا داستان این فیلم غم انگیز به پایان میرسه. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودین.